سلام به دوستای عزیزم. میخوام یه توضیح بدم راجع به این شال و کلاه و دستکش که با نخی که برای بیبی بچه ها مناسبه، ضد آلرژی هستش. 300 گرم نخ میخواییم ما، 3 تا کلافاش 100 گرمی هستش. من دلا کردم، نخش خیلی نازک بود و با میل شماره 4 بافتم. شمارش 4. خب اول از شالش شروع کنیم که 33 تا دونه سر انداختم و به طول 2 متر بافته شده. این شال گردنشه و کلاهشو ما همیشه کلاهایی که داریم معمولا دور سر میندازیم، مثل این کلاه که حالا بعدا توضیحاتشو براتون میذارم. دور کلاه سر انداختیم، ولی توی این کلاه ما از قد سر انداختیم، یعنی قد کلاه از گردن تا وسط سر رو اندازه میزنید، بعد اینو سر میندازید، بعد اینکه سر انداختید به اندازه دور سر بافته میشه. من این پترن پرتاووسی رو این سر و اون سر کارم استفاده کردم، وسطش هم رگن و پترن رو ادغام کردم با هم دیگه که یه شکل ظاهری قشنگی پیدا کرده. بعد اینکه دور سر تموم شد کور کردم و از این قسمت بغل کارمون که میشه، یه بغل کارمون که دور سره، اون کناره کارمون که سمت سر دونه گرفتم، توی هشرج دونه هامو کم کردم و جمعش کردم که بتونم هم پم بزنم، هم خب باید جمع شد کلاهم. اینم یه کلاهه و دستکشش که دستکششو یکیشو بافتم، یکیش مونده که اونو همراه با آموزش پترن و اضافه کردن این انگشت میخوام بهتون بگم. بعد فیلمشو براتون مونتاژ میکنم سر هم. ببینید اینم دستکششه. حالا این یه لنگ دستکشه، یه لنگشم براتون در ادامه فیلم توضیح میدم که چجوری سر بندازین و این پترن رو یاد بگیرین و این اضافه کردن این انگشتیه رو یادتون بدم که اگه پترن رو یاد بگیرین کامل میتونید یه شال و کلاه زیبا برای خودتون یا برای عزیزانتون ببافین.